همه بینندگان عزیز شبکه خبر به خیر میگم. صبحی پر انرژی. ما الان ساعتی هست از ساعت 3:30 صبح که ما اینجا مستقر هستیم، به مرور از ساعت 4:30 صبح به بعد ترددها در میدان آزادی بیشتر شد با توجه به اینکه امروز شنبه است و اولین روز هفته است. آغاز هفته رو مردم داشتن. سرویس مدارس رو بسیار داریم میبینیم که بچه‌ها رو دارن میبرن برای مدرسه تا حدوداً باید دیگه کلاساشون 7 تا 7:30 آغاز بشه. همینطور هم کارمندا دارن میرن سر کار و آنهایی که محل کارشون در مرکز تهران هست و از میدان آزادی عبور میکنن در حال تردد در میدان آزادی هستن. با رهگذرانی که وقت داشتیم باهاشون صحبت میکردیم توی این مدت، اکثرا دیشب خواب آرومی داشتن. یعنی وقتی ما بهشون گفتیم که چند صدا در تهران شنیده شده و اتفاقاتی رخ داده، اونها اصلا بی اطلاع بودن. شب آرومی و تقریبا اونها پشت سر گذاشته بودن. الان که دارم با شما صحبت کنم، لحظه به لحظه ترافیک میدان آزادی داره بیشتر میشه و پیک ترافیکش احتمالاً با توجه به اینکه مردم صبح شنبه رو میخوان شروع بکنن و برسن به کارهاشون تا حدوداً 20 دقیقه دیگه بیشتر میشه و اینجا شاهد یک ترافیک زیاد خواهیم بود.